دو چیز عقل و تدبیر را باطل می کند: سراسیمه شدن و چیزی نبوده را خواستن. با علم دیگران صاحب علم می شویم، اما با عقل خود صاحب عمل. برای به خدا نزدیک شدن با امرهایش با عمل نزدیک باید شد، نه با خیال. خداوند در چیزهای حرام کردهش شفا خلق نکرده است. شخصی که خدا را می شناسد و اطاعت می کند در زندان باشد هم بختیار است. اگر خدا را دوست داری، حکمهای آن را نیز دوست خواهی داشت.